خدمت شما دوست عزیز درود عرض میکنم. ما 2500 سال شاهنشاهی داشتیم. 1400 سال است که اسلام اجباری داریم، یعنی ما مسلمان اجباری هستیم. در طول تاریخ برای اولین بار اسرائیل به ایران حمله کرد و 27 استان ایران رو بمباران و در این بمباران تمام زیرساخت‌های نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و ساختمان‌هایی که ممکن بود رژیم در آینده استفاده کنه بر علیه مردم ایران یا بر علیه کشورهای دیگه، همه اینا رو با خاک یکسان کردن. یعنی ایران، این رژیم از نظر دفاعی فلج. بعد از چند روز که بمباران شد، هواپیماهای B-2 فکر کنم 7 تا اومدن وارد آسمون ایران شدن که هر کدومشون در حدود 15,000 پوند مواد منفجر دارن تو بمباشون، یعنی تقریبا 10,000 کیلو، و اونها هم شروع کردن به بمباران، مخصوصا اون ساید هسته‌ای فردو رو که اونجا میتونستن بمب اتم بزنن، اونم منفجر کردن. بعد از 12 روز آتش بس. بعد از 2 روز برای اولین بار CNN فاش کرد که بله، این بمباران که رفتن کردن، اون مرکز سلاح هسته‌ای فردو به کلی از بین نرفته، ویران نشده و اینا میتونن در آینده نزدیک دوباره بمب اتم بسازن. فعلا دربارش در کنگره و سنای آمریکا دربارش دارن بحث میکنن. اولین بمبی که شب بود در تهران و اطراف منفجر شد، مثل یا نتنز یا عراق، مردم تهران واقعا وحشت زده شدن. فکر اینی یادشون افتاد به جنگ ایران عراق. فوراً هر کسی با هر وسیله‌ای که داشت، با امکاناتی که در همون زمان در دستش بود، که تهران در اون موقع فکر کنم با کرج و اطراف 8-9 میلیون جمعیت، چند میلیونش رفتن طرف شمال، یک عده‌اش رفتن خراسان، شارور و دور شدن از بمباران اسرائیل یا آمریکا، دور شدن که جون در خطر بود. و متاسفانه در این بمباران هم یه عده از هموطنان ما کشته شدن. وقتی که شما 5 میلیون 4 میلیون هجوم میبینید به شهرهای شمال، خب در اون شهرها که دولت هیچ نوع امکاناتی برای مردم وجود نیاورده و در این شهرهای شمال چند تا نونوایی هست، چند تا رستوران هست، چند تا سوپرمارکت هست، مواد غذایی برای چند هزار نفر هست و اینا اگر تونسته باشن بین 100 تا 150,000 نفر در این 12 روز پذیرایی کنن، شاکار کردن. بله، یک عده زیادی چاله زده بودن کنار خیابون، یک عده ناراضی بودن چون نه غذا بهشون رسید نه نون رسید، و از همه مهمتر در صورت احتیاج به دستشویی داشتن. هر خانواده در روز چند نفر میتونه اجازه بیدن از دستشوییشون استفاده کنن. برای این بود که اکثرا هم وحشت بودن، در وحشت بودن از بمباران که زندگیشون چی شد، هم ناراحت از این قضیه. بعد از 12 روز برگشتن. خب خیلی خونه هایی که آمار خودشون دارن 3,000 خونه خسارت دیده. خود رژیم هم واقعا گیجه، اصلا نمیدونه باید چیکار کنه، چون هیچ رابطه نمیتونه بینشون برقرار بشه، بین پاسدار، بین بسیج، بین سرداران، چون همه چی از بین رفته. فرمانده کل قوای هم که از همون روز اول رفته تو یک سوراخی، تو یک تونلی، تا الان هم بیرون نیومده. فکرم دارن با خانواده تونل ادامه بدن، سر روسیه در بیارن. هنوز مردم در شوکن، خونه هاشون خراب شده، چیکار بکنن؟ رژیم هم در این روزایی که مردم
ناراحتن واقعا و امکان است که شروعی وجود بیاد، هی داره وعده میده ما بهتون امکانا میدیم، ما هتل‌ها رو در اختیار شما میذاریم، ما فلان میکنیم، همه قوله که همیشه در 46 سال دارن و هیچ وقت اجرا نکردن. ولی یک سوال مهمی الان مردم با خودشون از خودشون میکنن، حتی من اینجا میشیدم با ایران که تماس میگن آقا میگه بنا نبود که آمریکا این رژیم رو از بین ببره، چرا این کار نکرد؟ چی دلیل داشت؟ آیا ساخت و پاختی کردن؟ چرا؟ چون واقعا مردم منتظر بودن که با این بمبارانی که شده رژیم سقوط کنه و آمریکا کمک کنه این کار انجام بشه و تعجب میکنن مردم. ولی در صورت من نه از نظر سیاسی نه از نظر اقتصادی اینا مسائل رو نمیتونم دربارش موشکافی کنم چون نایلشم قدیم، ولی نظرم اینه که یک دلیل برای خودم شاید شما هم قبول کنین که چرا آمریکا این دفعه کاری نکرد که رژیم سقوط کنه. فعلا این آگهی رو ببینید. نقطه جهان پرواز کنید، پولش را با حداقل هزینه بعداً بپردازید. آژانس مسافرتی شهرزاد، قدیمی ترین آژانس مسافرتی در یک طرح نو و ابتکاری امکان سفر شما را به هر نقطه جهان بدون اینکه هزینه بلیط را در ابتدا بپردازید فراهم آورده است. 310 477 9400 310 477 9400